هوایی به غزه رو ناکارآمد و نمادین میدونه؟ خب ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. کمک رسانی هوایی بیشتر یک شواف و یک سرباز کردن مسئولیت به حساب میاد. بله. به خاطر اتفاقاتی که متاسفانه در چند هفته اخیر در غزه بحران انسانی داره به شدت شیوع پیدا میکنه و تصاویر و فیلم هایی که از این باریکه مظلوم و تحت محاصره داره در میاد متاسفانه جامعه جهانی به شدت منقلب کرده و از چند روز پیش که بحث تهدید رازمندگان انصارالله یمن مبنی بر بستن تنگه باب المندب بر روی کشتی‌های کشورهایی که اجازه نمیدن کمک‌های بشردوستانه وارد غزه بشه، شاهد بودیم که امارات متحده عربی و اردن تلاش کردن با بحث کمک رسانی هوایی که در ابتدای عرایض من گفتم بیشتر یک شعار و یک سرباز کردن مسئولیته. چون واقعیتش امر اینه که بیشتر کمک‌هایی که داره از آسمان مثل جسارتا مثل حیوان داره برای مردم رسیده میشه، بخش عظیمش داره در سرزمین‌های اشغالی که تحت کنترل شهرک‌نشین‌های نجات پرست صهیونیست و تصاویری که مخابره هم شد که متاسفانه شهرک‌نشینان دارن تخریب میکنن این کمک‌های انسان دوستانه رو. اون مقدار کمی هم که به زمین میرسن حالا بر اساس ضرباتی که میخورن بالاخره از آسمان دارن پرد میشن، درسته که با چتر فرستاده میشه ولی طبیعتا وقتی پایین میرسن بخش عظیمش منهدم میشه و اون مقدار کمش هم متاسفانه اینقدر میزانش پایینه که 5% شاید نتواند مشکلات غزه و جمعیت میلیونی که در اونجا در محاصره و گرسنگی هستن و متاسفانه به شدت تحت فشارن و این گرسنگی و تشنگی صحنه‌های بسیار منزجر کننده‌ای داره به جهان مخابره میکنه. و عرضم کردم در ابتدای عرایزم این شعاف فقط برای ساکت کردن افکار عمومی جهانه، ولی افکار عمومی جهان هم بیشتر واقفن به این مسئله که این مسئله اگر قرار باشه بحران گرسنگی و تشنگی در نوار غزه پایان پیدا بکنه، فقط تنها راهش اینه که گذرگاه رفح به صورت رسمی و کامل باز بشه و کمک‌های انسان دوستانه از این گذرگاه از طریق مصر به صورت منظم فرستاده بشه و از همه مهمتر در صف‌هایی که بالاخره صلیب سرخ جهانی یا یونیسف دارن اونجا ایستگاهایی رو آماده میکنن برای دادن مواد، صهیونیست‌ها مردم رو شکار نکنن و اونجا تبدیل به یک قتلگاه و یک کمینگاه برای شکار مردم گرسنه و مظلومی که برای مایحتاج حداقلی انسانیشون دارن مراجعه میکنن به مورد هدف قرار نگیرن و قطعی به یقین اگر این رویه هوایی بخواد همچنان که من فکر میکنم این هم طبیعتا بعد از چند روز که افکار عمومی رو به زعم خودشون بتونن کمی مدیریت بکنن این هم قطعا متوقف خواهد شد، چون کلا رژیم اشغالگر قدس به عنوان ارتش نجات پرستی که این مردم رو در محاصره گذاشته اصلا دنبال رفع ماجرای غزه نیست. کلا یک هدف دارن پیگیری میکنن بر اساس دکترین دفاعی که تعریف کردن و اون هم تحت فشار قرار دادنه. همون جناب علوی یه پرسش میخوام در ارتباط با همین موضوعی که الان دارید بازش میکنید میخوام از شما بپرسم، چه موانع سیاسی و نظامی مانع تحقق آتشبس واقعی در غزه شده؟ این پرده دری رژیم صهیونیستی واقعا تا کجا میخواد ادامه پیدا بکنه؟ خب دکترین دفاعی اونها مشخص و کاملا مبرهنه و تقریبا تمامی عناصر سیاسی و جامعه صهیونیست ساکن در سرزمین‌های اشغالی بارها در گفتگوهای رسمی و غیر رسمی و کلیپ‌هایی که در سطح گسترده در جهان پخش شده اعلام کردن خود دنبال الحاق باریکه غزه به سرزمین‌های اشغالی و اشغال کامل اون منطقه هستند. در گام اول در طول این 2 سال اخیر به بهانه 7 اکتبر تقریبا 80% شهرهای باریکه غزه رو با خاک یکسان کردن که طبق آمار رسمی که اعلام شده سالها طول خواهد کشید تا آوار برداری بشه. در گام دوم تصورشون این بود که بالاخره این مردمی که اینجوری تحت بمباران شدید وحشتناک هستن ول میکنن خانه و کاشانه‌شون رو میرن، ولی با یک مقاومت ایثار گونه مواجه شدن و باور اینو نداشتن که مردم غزه اینچنین پای آرمان کشور خودشون پای خاکشون تا پای جان وایستن. در گام دوم اومدن از این بحث قحطی و یک شیوه قرون وسطایی که گشنگی دادن و تشنگی دادن و زجرکش کردن مردم استفاده کردن و چون این دکترین پذیرفته شده در هیئت حاکمه رژیم اشغالگر قدس هست قطعا تا انتهاش خواهند رفت مگر اینکه جوامع جهانی اینقدر فشار بیاورن و اینقدر به قول معروف زور پرزوری باشه که ما از این مسئله عقب نشینی بکنن و تا زمانی که از این مسئله عقب نشینی نکنن متاسفانه وضعیت همینه و همین امروز هم در یکی از خبرها بود که ظاهرا دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد اصلی رژیم اشغالگر قدس موافقت ضمنیش هم با الحاق بخش عمده از نوار غزه به
سرزمین‌های اشغالی اعلام کرده و این کلاس‌ها رو به کابینه جنایتکار نتانیاهو دادن و سعی خواهند کرد که این مسئله رو کامل ببرن جلو و اصلا هم براشون مهم نیست که حتی اگر تمام 2 میلیون نفری که در باریکه غزه هستن کشته هم بشن، واقعا برای این رژیم خونخوار و جانی کافی نخواهد بود. همونطور که این 60,000 خون بیگناهی که در طول این 2 سال شده خواب غفلت بیدار بکنه، قطعا 2 میلیون نفر هم برای اونها هیچ کاری نداره، مگر اینکه جامعه جهانی که متاسفانه چیزی که در جامعه جهانی مشخصه نظم راسخی وجود نداره در این مسئله وجود نداره. نهادهای بین‌المللی متاسفانه، من در برنامه دیگه رادیو گفتگو قبلا گفته بودم، سازمان‌های بین‌المللی تقریبا کارکردشون از دست دادن. سازمان ملل کاملا نمادین دیگه دارن برخورد میکنن. حالا سابق بر این در حد یه محکومیت ورود میکردن، ولی با مزه داستان اینجاست که الان دیگه در حد همون محکومیت الان یونیسف تقریبا بعد از 2 سال داره به این ماجرا ورود میکنه. خب این کشتار، این جنایت، این 20,000 کودکی که در باریکه غزه به شهادت رسیدن مظلومانه، یونیسف در این 2 سال کجا بوده که امروز که اینقدر ماجرا آشور شده برای جامعه جهانی تازه پیدا شده؟ بماند که در حمله هم که به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران هم داشتن، ما شاهد بودیم که حتی شورای امنیت و سازمان ملل حتی در حد محکومیت هم ورود نکردن و دنیای امروز داره نشون میده که هر چه سریعتر با سرعت نور دنیا داره به سمت جنگل اداره شدن داره پیش میره و اگر کشور قدرت داشته باشه و ارتش قدرتمندی داشته باشه که به راحتی میتونه تجاوز بکنه، کشتار بکنه، جنایت بکنه و هیچ کس هم نیست که در جامعه جهانی بتونه در مقابلش وایسته و واقعا کشورهای دنیا اگر نمیخوان وارد این کارزار جنگل شدن بیش دنیا شدن، واقعا باید یه فکر اساسی برای نهادهای بین‌المللی بکنن. اتحادیه‌های منطقه‌ای شکل بگیره، پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای، تا دیگه من بعد شاهد این بی اثر بودن سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، مثل یونیسف، مثل صلیب سرخ و مشابهش وجود نداشته باشه در منطقه. بسیار عالی. تشکر می‌کنم از حضورتون جناب آقای سید مرتضی علوی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، بابت تحلیل روشنگرانه شما در ارتباط با اتفاقات ناگوار در نوار غزه. برای شما شبی سرشار از آرامش آرزو می‌کنم. ارادتمند شما هستم. خداحافظ.